بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، خواهر سوال نمودند که آیا مرد میتواند در یک خانه با همراهی سه زنش زندگی کند؟ این چنین خانه دو کامنته است. اگر زن راضی نشود در یک جا زندگی کردن، آیا گناهکار می شود؟ این چنین اگر زن طلاق طلب کند، در همین حالت گناهکار می شود یا نه؟ الله المستعان. البته مرد وقتی که زن میگیرد، یکی از واجبیت مرد چی است؟ مسکن و مشرب و مأکل. یعنی اساسی واجبیتی که مرد در بالای زن دارد، حقی که زن در بالای مرد دارد و واجبیتی که مرد باید به جا بیاورد این است که یک خانه دری که زن در اونجا آزاد باشد، خانهش باشد و خوردن و نوشیدن رو برای زن آماده کند. اما در یک خانه که دو غرفه دارد، همراهی سه زن زندگی کردن آیا جایز است یا نیست؟ اگر زنها به همین چیز راضی باشند، زنها به همین ضدیت نداشته باشند، بینشون خیلی معامله خوب باشد، والله اعلم باکی ندارد، زیرا که خوب معامله یگون مفسده نیست. اما اگر زن راضی نباشد، این حق زن است، زیرا که حق زن همین است که آزاد زندگی بکند. اگر یگون زن راضی نباشد در یک دو غرفه ها سه زن زندگی کردن، یکی از این زنها راضی نشود یا که همه خواهند که جدا علاهیده زندگی بکنند، در این حالت حق دارند. در دوام سوال خواهر میگد که در بین زنها رشک وجود دارد، جنجال های سخت، کشمکش ها می شود، وزمین است، مشکل است. زن آیا می تواند که در همین حالت طلاق طلب بکند؟ اگر زن با سه زن در یک خانه زندگی کردن نخواهد، با در درون این خانه دو غرفه که سه زن است کشمکش ها، جنجال ها و این مشقت های سخت وجود داشته باشد، زن خسته شود و بعد از این خواهد که شوهرش او را یک خانه علاهیده دهد، یک دره، یک خانه دیگر که از این مشکلی و زن و زنی دور باشد، شوهر همین کار نکند، از همین جهت طلب طلاق بکند، به خاطر حقش گناهکار نمی شود. البته که اگر طلب طلاق نکند بهتر است، افضل است. اما دید که دیگر صبرش لبریز شد، جنجال های سخت است، سبحان الله کارها خیلی وزنین، مفسده ها زیاد، دیگر طاقت ندارد، در این حالت طلب طلاق کند، این گناهکار نمیشه، زیرا که حق زن است که علاهیده زندگی بکند. بارک الله فیکم. در این حالت زن طلاق طلب کند، خیلی که گفتیم گناهکار نمیشد. در دوامش خواهر میگوید که و این چنین شوهرم فرزنددار شدن نمیخواهد. یعنی در دوامش میگد هر باره که زن حامله دار میشود میگد ابورت کرده بیو. زن هم رفته است ابورت کرده است. بعد از من میگد دویم زنش هم حامله شد، او نیز ابورت کرد. سیومش هم میترسد از حامله شدن. سبحان الله. یعنی این مرد سه زن دارد، زن یکمش حامله دار شد، ابورت کردند، زن دومش رو ابورت کنند. ابورت همین که اسقاط کنند، همین کودکی به وجود آمده رو به واسطه دکتر طبیب نابود کرد، به قتل رسانید. یک دو و سومش با به خودش حجت داشته است، میگفت است که اگر این کودک من تولد شود مکتب میبریم، مکتب کفر است، ریزاش دم به کفر کشد، من کفر میشم، برای من کشتن کودک چه گناه دارد؟ این دلالت میکرد که این به یگون این برادر مسلمان ما به یگون وسوسه گرفتار است، به یگون وسوسه گرفتار است. ابورت کردن حرام است. وقتی که کودک به وجود آمد در بطن زن، ابورت کردن حرام است. وقتی که کودک به وجود آمد، مرد میخواهد که ابورت کرده شود، زنها اطاعت نکنید به شوهرهای خود، اطاعت نکنید. مردی که میگه که ابورت کن نامعقول کرده است، اطاعت نکنید. ابورت کردن این کشتن است، یکم کشتن است یک کودکی که به وجود آمده است. دوم راضی نشدن به تقدیر الله است. سوم توکل نکردن به الله است. همه این چرا نشون میده؟ چهارم ناامید بودن به رحمت الله است. همه این نشون میده که کسی که همین کار میکند توحید حالو نفهمیده است.
ولی توحید نفهمید است. توحید میفهمید این خیلی نمیکرد. تو فرزنددار شو، تو مکتب کفر رفتن 7 سال است. تو 7 سال توکل به الله کن، حرکت کن، برو از این منطقه به دیگر منطقه که در اونجا مکتبش نمیدی. توکل به الله کنی است، امید به رحمت الله کنی، حرکت خودت کنی. اعوذ بالله من ذلك، اعوذ بالله من ذلك. پناه میبریم از این خیلی عقیده های باطل به الله سبحانه و تعالی.